خودم ترجیح دادم که فعلا به صورت ایستاده برنامه رو اجرا کنم تا بتونم پیامک‌های شما رو از نظر بگذرونم. آقای مهندس میخوایم کلام پایانی شما رو بشنویم، خیلی کوتاه در حد در واقع 30 ثانیه. من 30 ثانیه باشه. من اول از مسئولین درخواست دارم که با ما و شرکت‌های دیگه نهایت همکاری داشته باشن، چون ما داریم سعی می‌کنیم به سلامت جامعه کمک کنیم. بخش سلامت بخش درآمدزایی نیست واسه شرکت‌ها، ولی شرکت‌ها می‌خوان به مردم کمک کنن. خب نکته بعدی اینه که از مردم درخواست دارم هر مشکلی دارن میتونن از طریق موتورهای جستجوی مختلف مشکلشون رو مطرح کنن و تشخیص بدن که از کدوم سایت میتونن استفاده کنن قبل از اینکه به پزشک مراجعه کنن. نکته سوم که به پزشکا از پزشکا درخواست دارم که این فرصت رو به بیمارانتون و سایر مردم دیگه تو نواحی محروم و جاهای دیگه بدید که از دانش شما استفاده بهینه رو ببرن. بسیار سپاسگزاریم. ما در برنامه آینده در ارتباط با تعریق فراوان و راههای درمان آن صحبت می‌کنیم. زهرا عادلخانی، سیامک پورنصاری، احسان ملائکه، اسمت آقاجری، رویا اسحاقی، زهرا بیات، زهرا یزدی، شیوا جانقربان، اقدس حقشناس و حسن میکائیلی 10 برنده ما بودن در برنامه دوشنبه. 10 برنده برنامه امروز رو هم انشالله در برنامه آینده اعلام خواهم کرد. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.